سلام علیکم خدمت همه بینندگان عزیز. سید امین هاشمی هستم با یکی از ویدیوهای آموزشی در خدمت شما عزیزان هستم. عزیزانی که تقاضا کرده بودند که گرین کارت را به شکل کامل و درست برشان آموزش بدم، خواستیم که امروز آموزش کامل و صحیح گرین کارت خدمت شما عزیزان آموزش بدیم تا ای که در انگام ثبت نام دچار مشکل نشین. سالانه ایالات متحده امریکا 55,000 نفر را از کشورهای مختلف میپذیرد که توسط اینمی گرین کارت امریکا برای هر کسی که به قید قره بیرون شود که جمعاً 55,000 نفر شود، 1000 کشور میپذیرد. لذا عزیزان که میخوان به طور صحیح و درستش ثبت نام بکنن، آموزش را به دقت کامل توجه بکنن تا اینکه انشالله بتوانند به شکل درست و اساسیش خود و دیگر عزیزان خود را اگر میخواین ثبت نام بکنن و دیگر نیاز نیست که به اینترنت کلاب ها و جاهای مختلف دیگر که برای ثبت نام شرایط میگذارن مراجعه بکنن، میتوانن خودشان به راحتی این کار را انجام بدهند. دوستان عزیز، در قدم اول در قسمت کروم یا گوگل ما شما میریم و وقتی که وارد گوگل یا کروم شدین در اینجا در قسمت شما در اینجا همین که بزنین دیوی بزنین، همین دیوی لاتری پروگرام خودش به شکل اتومات میه. در قسمت ازی کلیک میکنین. وقتی که در قسمت ازی شما کلیک کردین اینجا به این شکل اتور یک صفحه بر شما میایه. بعد وقتی که این صفحه آمد، در این صفحه شما یکی begin entries که در اینجا شما میتوانین وارد شوین و امو فرم را پر بکنین. امو فرم است و این چک استیت یعنی امو وضعیت است که شما وضعیتتان را چک میکنین که فعلا ما ایره کار نداریم. یک سال بعدش که وقت سال 2025 شد، در وقت در امو سال باز ما اینجا نیاز داریم که بیایم اینجا چک بکنیم و امو بارکود خود در اینجا بزنیم و از این طریق بتانیم که وضعیت خود را چک کنیم که آیا ما برنده شیم یا نه. فعلا ما این را لازم نداریم در این قسمت. و یگانه چیزی که در قسمت ثبت نام ما به مشکل مواجه میشیم عکس است که ما تمام فرم کامل خانه پوری میکنیم، فقط در قسمت عکس زیادتر وقتا عزیزان ما با مشکل برخوردن و سوالای مختلفی که از ما شدی بود که چرا ما با وجودی که فرم کامل پر کردیم 10 بار تلاش کردیم ولی ثبت نام ما انجام نشد و نتوانستیم که پیش بریم. ما به این عزیزان توصیه ما ای است که در قسمت فوتو اگزامپل در این قسمت شما میرین. وقتی که سر ازی کلیک بکنی به این شکل یک صفحه برای شما باز میشه. به این شکل یک صفحه برای شما باز میشه. وقتی که این صفحه برای شما باز شد شما میتونین چی بکنین؟ شما میتونین در قسمت فوتو تول بیاین و در اینجا وقتی که شما کلیک بکنین، وقتی که در اینجا کلیک میکنین برای شما اینطور یک چیز میایه، مثلا اینی اگزامپل مثالش. بعد در اینجا چون مال ترجمان در گوشیم نصب کردیم به او خاطر ای به ما فارسی شد و اگر نه در انگلیسی برای شما نشته میشه که از اینجا عکس انتخاب بکنین. پس شما در این قسمت میتونین عکس را انتخاب بکنین. وقتی اینجا کلیک بکنین مستقیم اتومات میره که آیا شما عکس را از پروفایلتان استفاده میکنین یا مستقیم عکس میگیرین. اگر شما مستقیم هم عکس بگیرین و یا از پروفایلتان اردو کارا میتونین، ولی به نظر من یک دیواری که به رنگ سفید باشه بهتر است که اونجا استارت شوین و خودتان توسط کامری پیشرویتان یا کامری عقبتان توسط یک نفر دیگر عکستان را بگیرین و اینجا خود از اینجا اتومات اندازه سایزش را تعیین میکنه. و متوجه باشین و هنگامی که
در امو جایی که استارت میشین که عکستان گرفته شه، امو جایی که بک‌گراند سفید است، متوجه باشین که در اونجا عکس خیره یا خیلی بیش از حد روشن نباشه و همچنین سایه سرتان در دیوار یا امو جایی که بک‌گراند سفید داره نفته، که باز در دیگه شما قبول نمیشین و این پروسه باطل اعلام میشه. بعد وقتی که در اینجا عکستان را تنظیم کردین که مهمترین قسمت اینمی قسمت است، پس دوباره برگشت میکنین. وقتی که دوباره برگشت کردین باز شما میین در قسمت begin and try، در اینجا کلیک میشین و شما وارد میشین. منتظر میمونیم تا باز شه. بعد وقتی که در اینجا داخل شدین، چون از من منطور قبلا برای شما گفتم ما مترجم نصب کردیم، به مو خاطر برای ما فارسی میه، پس در اینجا اینطور یک کد میه و شما این کد را وارد میکنین. متوجه می باشین که اگر خرد بود یا کلان بود به مو شکل باید وارد شوه. CS ایره وقتی که دوستا ارسال کردیم، همونطور که بر شما قبلا گفتم وارد از این صفحه که به اسم فرم است وارد از این میشیم و این فرم را ما پر میکنیم. در قسمت لاست نیمش ما امون نام خانوادگی خود را درج میکنیم. در قسمت فرست نیمش ما اسم خود درج میکنیم. در قسمت میدل نیم اینجا میگه که یعنی نام میانی تان، ما اکثریت ما نام میانی نداریم، پس این را نو میدل نیم میگیریم، یعنی ما اسم میانی نداریم. و در قسمت جندر، در قسمت جندر که امو جنسیت است، اگر خانم بود فیمیل انتخاب میکنه، اگر آقا بود میل انتخاب میکنه. در قسمت برده هم تاریخ تولد خود را ما باید به عیسویش درج بکنیم، امو خارجیشه که مثلا هرچی که هست 1999 مثلا روز 3 ماه هرچی که بود امو را درج میکنیم. و در این قسمتش بر ما میگه که شما در کجا تولد شدین، اونمو شهر تولد خود وارد میکنیم، مثلا مزار است، لوگر است، کابل است، هر جایی که است. و در این قسمتش هم میگه country where you were born، یعنی در امو کشور که تولد شدی. در این قسمت هم افغانستان را انتخاب میکنیم. ایش اتومات انتخاب است و ما نیاز به این نداریم. و بعدا مهمترین قسمت هم قبلا گفتم اینجا ممو چیز نیو فوتوس، اونمو عکس را که شما قبلا توسط خود اینمی سایت طراحی کردین در اینجا آپلود بکنین، براحتی کامل میشه. در این قسمت اولش که ای زده، این قسمت لازم نیست که پر شد، فقط آدرس لاین 1 آدرس لاین 2 که در این دو قسمت آدرس یک آدرس باید درج کنین، متفاوت نباشه به خاطر که بعدا با مشکل مواجه نشین. و در قسمت سیتی هم شما شهرتان وارد میکنین و بعدا در قسمت کنتری هم که معلوم است که افغانستان باید وارد شد و در قسمت پستال کد زیپ کد شما در اینجا اگر شماره آدرس پستی دارین در قسمت زیپ کد، در قسمت پستال کد یا موزیپ کد رو وارد میکنین و اگر نداشته باشین ایرا میگه نو پستال کد، یعنی من زیپ کد یا همون نو پستال کد ندارم. در قسمت کنتری هم که افغانستان انتخاب میشه و دیگه ای که در این قسمت هم country where you live today میگه فعلا در زمان معاصر شما در کجا زندگی میکنین، ایران که همون افغانستان هم میگیری. فون نمبر هم اختیاری است، فون نمبر اختیاری است که شما خواستین این را وارد میکنین، خواستین وارد نمیکنین. و در قسمت ایمیل، در قسمت ایمیل آدرس متوجه باشین که ایمیل اشتباه وارد نکنین و اونمو ایمیل در قسمت اول هم اونمو یک ایمیل و در قسمت دوم اونمو ایمیل، طور نباشه قسمت A یک چیز باشه قسمت B چیز دیگره، چون زمانی که اگر شما موفق شدین و لاتری به اسم شما بیرون شد، بعدا توسط اینمی ایمیل پروسه بعدی را طی میکنین تا ای که شما دیگه روند انتقالتان آغاز شد.
و در قسمت میزان تحصیلات شما اینجا گزینه های متعدد را داره که از پرایمری اسکول آنلی گرفته تا دکترا دیگری، که در اینجا امور انتخاب میکنین که همون مراحل ابتداییش پرایمری اسکول آنلی است. بعد وقتی که انتخاب کردین امین که یک کلیک بالای زی بزنین واردش میشه و بعدا در این قسمت هم میگه که شما میگه که مجرد هستین، متأهل هستین و مراحل مختلف دیگه، که اگر مجرد بودین انمریده انتخاب میکنین و بعد از او در قسمت نمبر آف چیلدرن در اینجا اگر هر چقدر که مثلا فرزند داشتین او را وارد میکنین و یا اگر نداشتین و ازدواج نکرده بودین اینجا صفر میزنین، بعد کنتینیو میگین. وقتی که کنتینیو گفتین پروسه کامل میشه و بعدا یک برگه دیگه باز میشه که در اونجا سکسس یعنی موفقیت شما را اعلان میکنه و شما باید تو عکس اسکرین شات بگیرین و یا کپی بکنین در گوشیتون، به خاطر که یک سال بعدش وقتی که اعلان میشه باز شما در قسمت وقتی که شما در قسمت بررسی وضعیت، در اینی قسمت که آخرین قسمت است، وقتی که شما در بررسی وضعیت میایین باز در اینجا برای شما مشخص میشه. اگر شما به زبان انگلیسی مشکل دارین و نمیتونین که درست فرم را خانه پوری کنین یا درست مراحل را طی بکنین خیلی مشکل نیست. شما میایین در قسمت پلی استور یا در قسمت گوگل کروم اینی برنامه را که به نام ترانسلیش و فارسیش مترجم یا ترجمه یا ترجمان میشه، ای را نصب میکنین، زبان انگلیسی را بارگیری میکنین و وقتی که وارد سایت ها شوین اتومات خود ازی برای شما ترجمه میکنه دیگه. امیدوار هستم که انشالله این آموزش برای شما مفید بوده باشه و بتانین از این آموزش استفاده بکنین و پروسه را به شکل درست و اساسیش به پیش ببرین. موفق و کامیاب باشین.